به نام یزدان پاک. سلام به روی ماه تک تک دوستان، تمام دوستان عشقباز گیلان، کبوتر پرانان و گروبندان محترم استان گیلان. امیدوارم که حال دل همتون خوب بوده باشه. ایشالله که سال خوبی رو در پیش داشته باشید، از بلا و آفت عشقاتون دردونه هاتون به دور باشن. و بنده یه قولی رو به شما داده بودم، قرار بود یه دوست بسیار بسیار عزیزی رو در خدمتش باشیم و به قولمون وفا کردیم. بچه‌ها پیام میدادن، دوستان پیام میدادن که اون نفری رو که قرار بوده بیاد و ما هممون دوستش داریم، زیاد دیگه نمیخوام داخل حاشیه برم، یه چهره بسیار بسیار دوست داشتنی رو ما پشت صحنه داریم. چند دقیقه تحمل کنید، میاد و از تجربیات و خاطراتش میشنویم و لذت میبریم. ولی قبل اینکه استارت کارمون رو بزنیم، یه دوستی رو میخوام خدمتتون معرفی کنم که سالهاست بنده باش دوستم، هممون میشناسیمش، خبر دل خوشقلبش داریم و اینکه دلم نمیخواد دیگه زیاد با کلمات بازی کنم. فرشاد جان علیزاده وایس. قربونت برم، عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک دوستان. بنده فرشاد علیزاده هستم، عضو کوچکی از این جامعه بزرگ عشقبازی ایران، بالاخص گیلان و رشت، که سالیان سال افتخار آشنایی با آقا سینا و خیلی از بزرگان و پیشکسوتان رو دارم و هدف ما هم از این سیستم و برگزاری این کارها و فیلم ها این بود که یک آشنایی باشه واسه جوانترها که تازه پا به این عشق گذاشتن و ورود کردن به این محافل عشقبازی، که با پیشکسوت‌های خودشون آشنا بشن و از سوابقشون باخبر بشن و طبق صحبت‌هایی که همیشه با سینا می‌کردیم و همش در تکاپو بودیم که یه کاری بکنیم که به حساب عشقبازای گیلان ما که سالیان سال دارن زحمت این کارو میکشن و خدمت دارن و از سالیان خیلی قبل عشقبازای خیلی قدیمی داریم که الان تو جمع ما حضور ندارن و به رحمت خدا رفتن و تو سالهای 40، 45، 47، 50 گرو کردن و این خب این پیشینه موجود نبود. خلاصه قسمت شد، این افتخار نصیب ما شد که آقا سینا این زحمت این کار رو بکشه، ما هم همراهیش کنیم تو این زمینه که بتونیم یه نقش کوچکی توی این سیستم داشته باشیم. امیدوارم که بتونیم کارمون رو به نحو حسن انجام بدیم و از همه دوستانم پیشا پیش تشکر میکنیم که توی این راه ما رو همراهی کردن و میکنن و ما هم هستیم در خدمتشون. ممنونم، متشکرم از جان رضا. عرض به حضور شما که قولی که دادیم و میخوایم وفا کنیم بهش. یه چهره رو ما پشت صحنه داریم، یه چهره با عشق، یه چهره بسیار بسیار دوست داشتنی. قول میدم که تمام گردآورنده عشقبازان استان گیلان، اولین گردآورنده. فقط میخوام اینو بهتون بگم که تمام کبوتر پرانان و مخصوصا گروبندان نفری یکی یه دونه خاطره باهاش داریم. این شما و این قاسم خان وحید، قاسم آقای باش، قاسم خان وحید. عرض به حضور شما یکم میخوایم نوستالژی بازی بکنیم. قاسم آقا یاد خاطرات. قاسم آقا از خودت بگو. بنده در سال 1358 سالی نبود در خیابان زرجوب به نام آقای کریم رحیمی، یکی از عشقبازان خوب استان گیلان بود، محفلدار بسیار مسلمی بود. تمام عشقبازان آمدی اوی محفل میان هم دیگه احترام کردی و گیرو بستی خیلی با عزت با احترام. آقا کریم هم خدا رحمت بکنه، آدم بسیار معقولی بود. اما از درس از یاد بگیریم از آقای کریم رحیمی یاد بگیریم. بعد از اون این محفل دیگری باز بسته به نام آقای موسی عبدی نژاد در خیابان لاکانی. بعد از اون آقا رو گفتن سالی دیگری باز بسته در زرجوب همین ضرب میان.
به نام آقای جلال دانش، خدا ارشین ببخشه بیامرزه. همه اشوازهای خوب حسین گیلان بیروشن محفل بازه کنید و اشوازهای قدیمی هم که از بین ما بشو و ارشین رحمت بکنه. همه استاد بید، اما درس از اوشن یاد بگیریم، از اخلاقان، از انسانیت، همه از اوشن یاد بگیریم، از بزرگان یاد بگیریم. بسیار. بعدن اشوازهای قدیمی همدیگه گیرو کردیدی، همدیگه خانم گل بردیدی، شیرینی بردیدی، افتخار کردیدی، با همدیگه نیشتیدی، وزیرایی کردیدی همدیگه. دوست دارم الان اشوازنم با او سیف بشید جلو، نه اشوازایی که باید همدیگه امره پرخاشی بکنید، نه اشن چیزی که مضر برای اشواز. بسیار عالی قاسم. اشواز باید خودش اول شخصیت خودش حفظ بکنه. اشواز بازی بگوی خود نامونی اشواز اصلا چی بدنه، علم به یقین بدنه که کفتر هر زد بگوت داور بگوت هر زد ساکت مثل ورزشکار بیسه تمرین بکنه که یاد بیری که حق میشینه امروز داور بری. احسن به تو قاسم. متوجه نباید همدیگه به پرخاشی بکنید، همدیگه به احترامی بکنید، اما همدیگه سالهای سال خرج کنیم، خوریم، زنیم همدیگه، هم کار سعی کنیم که همیشه مدیریت بدیم که انضباط رفتار کردار ما بیستو. بسیار عالی قاسم آقا. اما بفرمایید که اولین که من بسیار تبریک میگم به قاسم آقا. خودم الان دارم فارسی صحبت میکنم، خب بنا به دلایلی، ولی از آنجایی که ایشون یه وطن پرست واقعی است، خودکار رفت رو فرمت گیلکی. اگر اینطوری باشه ما هم گیلکی صحبت میکنیم. یه درس الان به ما اینجا دادی قاسم آقا. دمت خیلی. قاسم آقا اولین تاریخ گرویی رو که شما قراردادشو بستید میدونم، حالا حدودا اگه یادته بنده شخصا اگه گفتی هم حساب. بنده اولین گرویی که در این استان گیلان بستم آقای بهمن عبدی نژاد، بله، با نام بهمن سید موسی و آقای مشت احمد فنون خدا ببخشه بیامرزه، اینا قرارداد نوشتن پیش من. کبوتر بازی بسیار معقول با تربیت، واقعا استاد دانشگاه بودن، استاد مهندس اخلاق دادن. برای اونا اصلا برد و باخت مسئله این نبود، فقط همیشه میآمدن میخواستن کیلو بکنن، صبح هنوز کبوتر مول نکردن میرفتن خونی اونا، شیرینی میوردن، گل میوردن، واقعا زحمت میکشن. ما درس از اونا یاد گرفتیم، مثل آقای کریم نیک‌صفت، مثل آقای حسن اعتصامی، مثل آقای کمساری، اینا با مثل آقای حسن رز، مثل آقای شهرزاد میرغشینی، مثل آقای گسکری، مثل آقای شرف ملکی‌ها، اینا هم استادای انسان گیلان بود. واقعا کفتر باز بودن، هنوزم سمتش دارن، هنوزم یادی از اونا ما میکنیم. ما درس از اونا یاد میگیریم، ما بیشتر از اونا یاد گرفتیم. سعی میکنیم اشوازهای ما چی کوچک چی بزرگ درس اونا رو ادامه بدن. جناب آقا همون ادامه بدن. والله ارزشی نداره. کبوتر بازی این دوستی است. ما یه ما کبوتر بازی میکنیم، 11 ما هم دیگه میبینیم، باید احترام بکنیم. احسن شما قاسم. سعی بکنیم اشوازهای حسین گیلان اینا فراموش کنیم، به عنوان یه برادر کوچک درس بگیرن. بزرگ ما ادوار واقعا اشوازی حسین گیلان واقعا در فنا میشه. شما باید سعی بکنیم بیاین داخل سالن، بیاین درس یاد بگیریم از استادای قدیمی ما. سعی بکنیم بیاین، ما به عنوان یه برادر کوچک به شما درس نمیدم، شما استاد ما هستیم، من میخوام تجربه شما اضافه کنم. من قاسم خان وحید رو به چالش بکشم. قدیمی ها میدونن که آفرشاد در جریان هست که یه حافظه بسیار زبان زدی داره ایشون. الان میتونیم قاسم آقا جانم بفرمایید. بیشترین تعداد گرویی که تو این عمر محفلداری شما اتفاق افتاد، البته الان جدیدن زیاد شده، ولی این سالی که ایشون فرمایش میکنه با این تعداد واقعا دست مریضات داره. بیشترین گرو و سالش رو برای ما و دوستان